سوال کردین راجع به ماه تولد. ما میخوایم راجع به یوم کمک معلومات برات بتم. اینا ما شخصا خودم در ماه هوت تولد شدیم. ما باید کدام منرال استفاده کنیم که بر ما خوب است؟ در ماه هوت اگر میشه که تمام ماه ها را بگین، به خاطر از اینکه اینجا خب ما ماه هوت تولد شد، دختر خانمای دیگه در دیگه ماه ها تولد شده، باز اگه خواستن خب نظر به مو یک سنگ که اگه انتخاب کردن خب باز بیاین اینجا براتون سفارش بدن. یکی از خاطرهای من اینمی است، یک روز وزیر معارف بشرمل بود، دکتر بشرمل وزیر معارف بود، آمد به مکتب. شاید شاگردای میگه پام بشنون، گفت که امروز مکتب چوپ و چوپیز. گفت استاد فهیم نوکریست و متولدین سرطان که است یاقوت است. بعضی کسا هستن از من سوال کردن که من نمیفهم، مادرم نگرفته تاریخ تولد من، نمیفهم در کدام. باز من یک میتود دیگه دارم. قیمتی ترینش کدام است و قیمتش چند است؟ قیمتی ترین بسیار زیاد است در دکان من. این میگه که یک در قیمت. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما وطنهای عزیزم. انشالله که هر کجای کسین جور و صحت و سلامت باشین. تمنا امیری هستم. دوستای عزیز، امروز ما آمدیم به شهر نو، کوچه انتیک فروشی، قسمی که شما در تصویر بیننده هستین. دیگه اینجا کلا جایی هست که صنایع دستی و همچنان جواهرات اینجا به فروش میرسانه. اما ما خواستیم نزد استاد بزرگوار ما فهیم نعیمی، کسی که بسیار مدت زیاد میشه که در اینجا فعالیت میکنه، خواستن نزدشان بیاییم و همچنان راجع به جواهرات و صنایع دستی که خصوصا فعلا هم آقایان و هم خانم‌ها اینجا استفاده میکنن. و یک چیزی که دوستای عزیز جدیداً ما خودم هم شنیدیم، به مخاطر خواستم که امروز یک برنامه بر شما تقدیم کنم که چون هموطنای عزیز ما زیادتر می انگشتر اگر میگیرن از یا گردنبند میگیرن، میگن نظر به سال تولد میگیرن. مثلا اگه خود ماه هوت تولد شدیم، من کدام انگشتر رو بگیرم، کدام سنگ قیمتی را استفاده بکنم که خوب است و مفید است. میریم معلومات بیشتر از استاد محترم بشنویم که چی گفتن. یار امروز با ما داره، شما ما را همراهی کنین. دیگه اینجا هم دکان استاد است. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ انشالله اجازه هست باش که ما در کنارتون این طرف بیایم که تصویر خوب داشته باشیم برای هموطنای عزیز. میشه که یک سلام علیک با هموطنای عزیز ما داشتم؟ فکر کنم مصروف هم هستیم. خیر، فرق نمیکنه. سلام علیکم، بسیار خوش آمدین به کلبه ما. من محمد فهیم نعیمی هستم. یک مدت بسیار طولانی است که من در این کوچه به صفت یک صنعتکار در رشته زیورسازی کار میکنم. بسیار عالی. استاد بفرمایین که اگر لطف کنین بشینین راحت باشین، مزاحم کارتان نشده باشین. استاد خوب هستین انشالله؟ کار زندگی به خیر میگذره؟ دیگه ما امروز استاد، چون من یک از کسایی هستم که واقعا علاقه‌مند از این بودم که امروز خودتان را از نزدیک ببینم، چون واقعا کسی هستین که نام خدا در بخش جواهر شناسی و جواهر بسیار خوب را میشناسیم. من خواستم که امروز خودتان از نزدیک ببینم و همچنان تمام جواهراتی که اینجا هست، خصوصا از سنگ‌های قیمتی، انگشتر، گردوبندهای بسیار مقبول و همچنان چیزای بسیار زیبای دیگه هم اینجا ظروف است. فکر کنم استاد اینجا هست. من خواستم که امروز ایره، چون من که میایم خواستم که بیننده عزیزم همراه خود بیارم و همچنان کسایی که همیشه بیننده برنامه‌های ما هستن، امروز هم با آمدن من اینجا یک جای از دیدن شما و همچنان اجناس زیبایی که در دکان است که توسط خود استاد ساخته شده دیدن بکنن. دیگه استاد چی خوب است که در اول امی سوالی که ما شما دارم این است که خودتان چقدر مدت میشه که اینجا فعالیت میکنین و همچنان راجع به می رشته و کار خودتان بر ما بگین. بسیار تشکر از سوال شما، بسیار خوش آمدین، بسیار صفا آوردین. شما میفهمین که در عقب هر پیشرفته کسی استاد است
و همی که رسانه ها ما سوال کردن و ما جواب سوالش پیدا کردیم. مثلا خود رسانه ها بوده که ما را به هیئت رساندن، ازشان سپاسگزار هستیم. شما هم تشکر که اینجا آمدین. همین خود مسلک ما زرگری و کوکی که هست مثل یک فاکولته است. بسیار کسای حرفوی در خانهایشان در پیش کارگرها در شاگرد ششتن یاد گرفتن، اما حرفوی پیش رفتن. اگر آدم مسلکی پیش بره این یک فاکولته است، هر کدام از خود رشته داره. مثلا سنگا گفتین شما بخش سنگا، ما 3 بخش صرف خود سنگ ما 3 بخش داریم. سنگای قیمتی است، نیمه قیمتی است، تزهینی است. سنگای قیمتی عزیز اونمو یاقوت است، دامرات است و نیلم است که ما در طلا و نقره انگشترها میسازیم، زنانه و مردانه. نیمه قیمتی هایش انگشتر و گوشواره و لاکت بر زیورات نقره کار میکنیم. باز اونمو تزیینی هاش که شما پیشتر اشاره کردین، اینمی چیزایی که شما اینجا میبینین یا تزیینی است. هر کدام از این که است کل از یا سنگای هستن که از افغانستان هستن و ما در رشته سنگا کم کم در علم مینرالوژی شم کوشش کردیم که بفهمم و خوشبختانه میفهمم و تا کتابم نوشته کردیم. ما 13 نوع سنگ افغانستان، 16 نوع سنگ افغانستان به معرفی گذاشتیم. دیگه از نظر مسلکی ما میخوایم که همین رشته زرگری مکتبی باید پیش بره. میگین تراشی شلایده، زرگری شلایده، زیورسازی شلایده، ظروفسازی شلایده. در اون صورت میتونه آدم موفق باشه و خوبتر کار بکنه و رقابت به صنایع ماشینی بکنه. استاد نامخدا اینجا خب بسیار از امی انگشترهای مقبول که هم زنانه هست که میتونن خانم‌ها، دختر خانمایی که خوش سلیقه هستن به دکان استاد اینجا تشریف بیارن و همچنین خریداری کنن و همچنین برای آقایان که پیشتر هم اشاره کردن که در این بخش انگشترهای بسیار مقبول است. چی خوب است که چند نمونه از امی انگشترها یا از گردوبندها برای ما و هموطنای از ما نشان بدین و در موردش هم که چی نوع سنگ است و طراحیش چه قسم است و چقدر مدت در بر گرفته برای ما میشه که نشان بدین. ما اینجا 2 بخش زیورات داریم. استاد اگر امکان شد ببخشین که یک دانش بیرون کنین. میکشیم بر شما. ما 2 بخش زیورات داریم. یکی زیورات ماشینی است، یکی زیورات ساخت خود ما است، یعنی صنعت دیستی است. چرا در این دکان کار میکنیم؟ بسیار کسا علاقمند به زیورات ماشینی هم هستن که وارداتی از تایلند میاریم، از بعض کشورهای دیگه که مشهور است میاریم و ساختارهای دستی است. اینیا مطلق ساختارهای دستی هستن. اینیا که شما میبینین اینجا یه الماری و الماری اکثر از این 90% ساختارهای خودم است که خودم کار میکنم. پیشتر شما سوال کردین کارخانه ما در خانه است. بعض کارهای بسیار جزئی شیجه در میز کوچک دارم کار میکنم و کارهای دیگه شده در خانه کار میکنیم. و چون ما به خاطر که بتانیم رسیدگی به مشتریای خودم کنیم با صنایع ماشینی رو ما خریداری میکنیم. ولی خوبی خریداری ما نسبت به خریداری کسای دیگه که میکنن، کسای غیر حرفه‌ای هستن میارن این مال وارد میکنن، خوبیش در اینجاست که ما جنس تضمین شده را میاریم. در بسیاری جایا جور میشه، در تایلند جور میشه، در چین جور میشه، در ایران جور میشه. اما اینمو زیورات که نگینای کوچک داره که زودتر میرزه اونو یا چینایی یا ایرانی. اما تایلندی با چنین خصوصیت نمی داشته باشه. تایلندی نسبتاً به این 2 زیورات زیادتر دوام داره. شما پیشتر خواهش کردین که بر ما نشان بدین، نظر کرد ما بر شما نشان میتم. فراجان بیا امی بخش انگشترهای مردانه را اول نشان بده بعد از او. سلام بیدار. خوب است انشالله. فکر میکنم فرهاد گفتن نامتان را. فرهاد جان عزیز خودتان فکر کنم اینجا کار میکنی، امروز استاد بزرگوار یک جای فعالیت میکنی. سلام علیکم تقدیم شما و همچنان دوستان عزیز که ما رو تماشا میکنن. فرهاد احمدی هستم، یکی از دکانداران کوچه انتیک فروشی. بسیار زیاد خوش آمدید. قربانتان، خوش باشین. دیگه نه استاد انگشتریای فکر کنم انگشتریای مردانه هست که بسیار به دیزاین‌های مقبول و رنگ‌های مقبول. اینجا هم بچگانه است، هم مردانه است. ما باز بخشای زنانه شما است باز برستان میکنیم. فرهاد جان عزیز میشه که بر ما یک کم معلومات بدین، چون خودم اصلا معلومات دارم البته معلومات کم در مورد می انگشتر که بسیار مقبول است، یک دیزاین بسیار خوبش با یک طراحی بسیار عالی کار شده. در مورد ازی بر ما بگین.
با اجازه انگشتر که شما فعلا به تصویر میبینین انگشتر سنگ زمرد است. تقریبا سنگ ازی 7 کرات میایه و رکاب ازی که است کار دست از کار خود ماست، یعنی خود ما تهیه کردیم و میجا جور شده، وارداتی نیستن، ساخت ماشین نیستن. و به این انگشتر که شما میبینین اینجا بغلای ازی که است کندنکاری یک کاکی شده که به یک طرح دیزاین جدید داد و دور از نگینای سفیدی که شما میبینین یا زرکان هستن. زرکان سنگ قیمتی نیستن، ما به خاطر مقبولجیش از این کار میکنیم و شاید به بعضی هموطنای ما سوال خلق شده که زرد چی است دور ازی. این زرد که است طلا نیست یا رنگ طلا نیست، این زرد که است برنز است یا برنج است. ما به خاطر از اینکه همین سنگ زمرد یا قوت اکثر سنگا که است سنگ سخت است و همین خود نقره هر چقدر عیارش بالا بره نرمتر میشه و امکان افدن نگی نمی باشه. باز اکثرا ما برنج کار میکنیم، برنج سخت است باز نگی نرم و کم میگیره. ولی به این که شما میبینین زیادتر انگشترهای که است زمرد است، زمرد پنشیر هم است، زمرد زامبی هم است، مختلف سنگا بهش کار شده و در بین از یا نیلم هم است، نیلم سیلون هم است. مثلا این انگشتر ما که شما میبینین نیلم است، نیلم سیلون است، رکابش همیشه تهیه شده، نقره است و 6 کریت هم نگین ازیمیه. دیگه به اینجا کدوم انگشتر دیگه که به شما اگر جالب تمام میشه میتونین پرپورسیون به شما معلومات دادم میتونم بدون از فرهاد جان عزیز، واقعا تمام انگشترهایی که اینجا هستن تمامشون مقبول هستن و همچنان با دیزاین‌های مختلف، سنگ‌های بسیار زیبا کار شده و میشه که در مورد قیمتشون هم بر ما بگینی که تمام انگشتر یا اینجا هست قیمت‌هایشون هم یکسان است یا که نظر به مو سنگ کار شده نظر به دیزاینش مختلف است؟ بسیار سوال خوب، چرا که اکثر هموطنای ما پیش ما میان یه به این فکر هستن که زمرد یا سنگای قیمتی زیادترش به این فکر هستن قیمتای مشخص داره. نه خیر تو نیست، هر سنگ نظر به سایزش، یعنی نظر به کوچک بودن بزرگ بودنش، نظر به موقعیتش، یعنی از کجا از کدام کشور است، نظر به کوالیتی داخلش که چقدر پاک است، چقدر داخل جغ داره و نظر به رنگش که چقدر رنگ بالا داره و چقدر رنگش پک است قیمت گذاری میشه. یعنی به حیث ما که ما به مشتری پیشنهاد کنم و به پیشنهادم به مشتری است که خیره سنگ کوچک بگی اما یک کوالیتی بالا و رنگ معقول بگی. مثلا اینمی انگشتر که شما میبینین این انگشتر نگین از 1 کرات میایه. 1 کرات به چی مانا که 5 کرات ما 1 گرم میشه، یعنی سایزش خرد است اما بسیار از یک رنگ بالا برخوردار است و داخلش هم صاف پاک است. اما اینی انگشتر که می لحظه به شما نشان دادم این با وجودی که کلان است اما رنگ نداره و داخلش هم معلوم نمیشه، مکمل بند است، 4.5 افغانی است. ایناله کیفیت زیادتر مهم است. زمانی که یک انگشتر یک مشتری خوش میکنه اینمی چیزایی را که من گفتم چی بیروچ میگیره، چی یاقوت میگیره، چی زمرد میگیره، اینمی سایز مطرح است و قیمتش، رنگش مطرح است، صاف بودنش مطرح است، این خصوصیاتی که داشت او سنگ خریداری کنه. و بعضیا به این نمیگم فقط ما یک زمرد بده خیر به دست انگشتر زمرد باشه قیمتش خیر ارزان باشه. باز تو چیزا ما چون که دکاندار هستیم ما به هر قشر جور میکنیم که از قیمتی میگه قیمتی از یام کده قیمتی است به هر قشر ما جور میکنیم. یعنی هموطنای عزیز ما اگر خودشان یک دیزاین رو انتخاب بکنن پیدا بکنن اینجا برتون به سفارش بده برشان آماده میسازین؟ بله، اینمی جنس ها که نمیجا میبینین اینمی کلش کار خود ماست. اینمی کلش کار خود ماست. ما خودمون کارخانه داریم، منزل سیوم همین مارکت خودمون برش تهیه میکنیم. فرهاد جان عزیز خودتون واقعا خوشبخت هستین که در کنار استاد محترم اینجا یک جای فعالیت میکنین. خودتان از این که مثلا چقدر مدت میشه که اینجا خودتان کار میکنین؟ تو یک مسئله است که فعلا و دکان که مستقیم کار میکنم 2 سال میشه. اما ما قبلا چون اینجاها زیاد بوده، سفارتخانه زیاد بوده، ما غیر مستقیم کار میکنیم. غیر مستقیم و چی مانا که ما از طرف اینجاها از طرف نمایشات بسیار ما دعوت به کار میشدیم، مال میداشتیم میبردیم و اونجا خارجی ها از ما زیاد خرید میکرد، نیاز نبود ما دکان بگیریم دیگه. ما تو قسمی زیاد ما کار داشتیم دیگه. مستقیم که دکان آمدیم، دکان 2 سال میشه. اگه پیش از این به یک کس بودم اما دبر مستقیم نبودم که دکان مشخص داشته باشم. بله. و هموطنای عزیز ما که خصوصا آقایان عزیز که من زیادتر سفارششون مثلا اگر یک انگشتر میگیرن براتون چی میگن؟ زیادتر از کدام سنگ میگن بر ما انگشتر بسازین؟ چون سنگ‌های مختلف از خودتون که یاد کردین نظر به کیفیتشون، زیادتر کدام سنگ را انتخاب میکنه که بر شما برشون یک انگشتر بسازین؟ مسئله تو است طبق تجربه‌ای که ما کردیم او را باز از استاد میتونین سوال کنین درباره سنگ‌های مای تولد. مسائل که استاد زیاد معلومات داره. اکثر هموطنان ما خارج از افغانستان میاد یا مای تولد خود پرسان میکنن سنگ میگیرن، اما داخل افغانستان
که هستن اینجا مردمای ما زیاد عقیدتی پیش میرن، زیادتر عقیق پرسان میکنن، زیادتر فیروزه پرسان میکنن، چرا که یا سنگای نظروردار و چشموردار گپ هستن، از این خاطر چیزا رو پرسان میکنن و دیگه زیاد به سنگ زمرد زیادتر علاقه داره. زمرد و یاقوت زیاد از ما پرسان میشه. همین اکثر دوستای ما که پیام میمونه داخل افغانستان خارج افغانستان و ما یک سنگ صحیح به ارزان گیر کردی پیش گوشه بان و کس نفروش ما برات پیسه روان میکنم یا پیسه برات پیش خود بان ما پیش میگیرم. اکثر کسا یاقوت زمرد زیادتر سوال میکنن از ما. بله بسیار عالی، بسیار موفق باشین در کارتان. دیگه من در کنار استاد عزیز برم که اونا چی فعالیت میکنن. بریم که استاد یک مشتری آمد مصروف شد، ببینیم که حال استاد چی کار میکنن. بازم استاد خسته نباشی. زنده باشین، سلامت باشین، بازم خوش آمدین. عمر کنین انشالله ما دست. استاد نماخدامت یک آدم بسیار خوش اخلاق هستن، بس دکاندارا را که آدم ببینه وارد دکانشون شه و یک رقم روحیه خود آدم خراب میشه. اما ما از لحظه ای که دکان استاد آمدیم بخی یک انرژی دیگه میگیریم با دیدنتان، با دیدن حوصله تان، اخلاق خوشتان. خواهش میکنم. شما خسر معقم دارین و یک خودم تحصیل کرده هستم و در دویم ما معلم بودیم، از صنف 9 تا 12 تدریس کردیم. انسان در هر جای می باشه باید پل باشه. ولی معلم های مکتب کس خصوصا مهربان است. استاد پیشتر که آمدیم خودتان از امی مکتب بر ما قصه کردین، از ای که از زمانی که تدریس میکردین. چه خوب است که کوتاه بر بیننده از ما معلومات بدین. خوب گپ است، خوب سوال کردین. ما در چند مکتب معلم بودم، که لیسه علی انقلاب بود و بعدا باید به لیسه علی امانی رفتم، اونجا معلم بودم. یکی از خاطرهای من اینمی است، یک روز وزیر معارف بشرمل بود، دکتر بشرمل وزیر معارف بود، آمد در مکتب. شاید شاگردای میگه پام بشنون، گفت که امروز مکتب چپ و چوپیز. گفت استاد فهیم نوکریسته. گفتی بسیار ظالم است، او زد دکتاتوری بود. گفتی بسیار ظالم است، بغیره مرا که خواسته. گفت که نه گفت تو گپ نیست که بسیار شاگردا دوست داره، خود شاگردا نام برای میگه امروز نوکری استاد فهیم است، اگر ما برای مخفه میشه دیگه. ما شاگردا و همچنان دی دکانم که هستیم مشتری‌ها رو مثل اعضای فامیل فکر میکنیم، به دوستی و بسیار رفاقت و بسیار پیشانی وازی. باید انسان همیشه محترم باشه. همین رقم ما پیش میریم، مجبور هستیم پیش بریم. خدا بسیار یک آدم خوش قلب و مهربان هستین. استاد خودتان این علاقه از کجا شد؟ از چی وقت شروع شد که خودتان شروع به زرگری کردین یا فروش جواهرات کردین؟ بسیار خوب، بسیار خوب. والا خوب سوال کردین که هیچ رسانه‌ای سوال تال نکرده بود. ما در طفولیت نزد پدر مرحوم ما بودیم در بازار چارچته کابل. یگانه انگیزه که در سنگا بر ما پیدا شد از اون طفولیت پیدا شد، چرا که ما در اوجا که کار میکردیم باز به دریا و بازی و ترا پدر ما را میبرد. سنگچلای رنگه را جمع میکردم، سنگچلای رنگه را جمع میکردم با سنگ به سنگ. او وقتی نه ماشین داشتیم نه سوان داشتیم، هیچ چیزی نداشتیم، سنگ به سنگ انسکاب میدادم، او را منظم میکردم. باز خوشبختانه باز خارجی ها می آمد او را می خرید. اونمو خریدن از ما سبب شد که آهسته آهسته ما پیشرفته تر بریم. حتی در سال 2004 من در یک پروژه به نام پروژه ایتالیان کاپریشن کار کردم. 30 شاگرد زنا را به جامعه تقدیم کردم. برای دخترها و زنا گفتم که شما می سنگای رنگی سرک جمع کنین بیارین، از این که سنگ قیمتی را ما اینجا مصرف کنیم. امی سنگای رنگه ارزان است، مفت است، اینه میره بیارین سر از یاد بگیرین در ماشینا. وقتی که یار جور کردن هم خارجی آمد، سوزن نامش بود، آمد گفت کدام سنگ است؟ گفتم این رودستون است، یعنی سنگی که از روی سرک ما جمعش کردیم. شما میفهمیم به صدها دان از سنگ فروختیم. این چیزا سبب شد که آهسته آهسته ما در جواهرات دسترسی پیدا کنیم. بسیار عالی. استاد پیشتر فرهاد جان عزیز اشاره کرد که ما در منزل سوم کارخانه داریم، اونجا فعالیت میکنم. و پیشتر خودتان یک گپ دیگر یادآور شدین که من خودم در خانه کار میکنم. روزانه زیادتر خودتان مصروف امی جور کردن و ساختن جواهرات هستین، خصوصا انگشتر و گردنبند اینا، یا که در دکان هستین و اینجا کار میکنین؟
ما اینجا خود دو بخش کار است. یکی بخش کارهایی است که عاجل کار میشه، دفعتاً کار میشه، باز در منزل 3 کارگر هستن، این بچه ها کار میکنن. اما کسایی که باز وقت میداشته باشه برای یک هفته 10 روز 5 روز وقت میداشته باشه، باز او کارها رو خودم میکنم، در خانه کار میکنم. یک بخش در خانه کار میکنم، بخش دوم میشه در اینجا کار میکنم که این وسایل تماما در اینجا موجود است. هم در خانه دارم هم در اینجا. یعنی که ما دو بخش کار میکنیم، یعنی عاجلت در اینجا کار میکنیم، پیسه میتیم و او کارهایی که خودمون میکنیم پیسهش به خود ما متعلق میشه. باز خانه هم شاگرد کسی هست که بهش دستان کارها را پیش ببره یا نه؟ والا نه، بدبختانه دیگر نیست که امروز شما میفهمین که پیر جوان خرد کلان در دو پای استاده است که خارج بره، اولادای ما خارج رفته تنها ماندیم. من تنهاستم، در خانه تنهاستم، روزانه 2 ساعت کار میکنم. خودم همسر نو گرفتیم، اونا خود در کاسه خود میباشم، من صبح کی وقت میخیزم 2 ساعت کار میکنم، زیاد نه. بسیار. استادم یک کار، یک انگشتره که خودتون گفتین ما سنگایش از دیگه جوی میاریم، بازمی شروع که به کار میکنین یک انگشتره که مثلا یا سفارش میتن یا به تصمیم خودتون میخواین بسازین، چقدر وقت را در بر میگیره تا که یک انگشتر اما تو بسیار به دیزاینش مقبول آماده شود؟ من اکثرا فرمایش که میگیرم اگه یک دانه باشه او را در 2 روز یعنی در 4 ساعت تکمیل میکنم، در 2 روز واده میته میشه. خب اکثرا یک مشکل پیدا میشه، چون ما آدم کلان هستم، یک خوشی غم می باشه آدم میره، به خاطر پیش مشتری دروغگوی نشه. من هم میگمش که 2 روز بعد بیا، میگم 1 هفته بعد بیا، یعنی دمی جریان 1 هفته در 2 روز میره جور میکنم. اما کارایی است که باز ما 10 دانه را سر دست میگیریم، او را زودتر میشه نسبت به یک طاقه. 10 دانه انگشتر ما در 5 روز خلاص میکنم، یعنی در 2 روز 1 دانه انگشتر که برای هر انگشتر 4 ساعت کار میکنم. در روز 2 ساعت 4 ساعت، یعنی من در 4 ساعت 1 دانه انگشتر خوب صحیح هم دیزاینش میکنم، هم نگینش هم میشانم، هم پالش میکنم. بسیار عالی. استاد امی هر کس که یک شغل انتخاب میکنه یا خودم شخصا که مجری برنامه هستم، شما هم که فعلا در می رشته این از دوران طفولیتتان فعالیت کردین تا این زمان را خسته شدین یا کدام وقت فکر کردین که دیگه بس است مرا دکانداری و بخش جواهر و زرگری دیگه میخوایم یک شغل دیگر را شروع بکنم، یا هیچ وقتی فکر نکردین؟ والا نه، هیچ وقتی فکر نکردیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه همیشه که مردم آمده، مشتری آمده، رسانه آمده، همین که خودت اینمی از من سوال کردی که اینمی چی رقم، اینمی ما تشویق شدیم و همین خود تشویق سبب میشه که دگام کار بکنم. مرا بچه کلانم گفت پدر دیگه بست از کار نکو، گفتم مرا بندی کده نمیتونی، من خودم کار میکنم، از اوله قف دستم نان میخورم دیگه. هر چیز یک مشوق داره، هر قدر که انسان تشویق شود به مو اندازه فعالیتش زیادتر شده میره. بازمی کسب و کار باشه، هر چیزی که آدم در زندگی علاقه داشته باشه، ولو کمی 100 سالام شوی که هر چقدر کار سخت باشه هیچ وقت از او دست نمیکشی و روز به روز انگیزت بیشتر میشه و پیشرفت میکنی. پس چی خوب است که استاد امی گردوندهای اینجا بسیار مقبول است با دیزاین‌های مختلف و همچنان سنگ‌های زیبایی که اینجا کار شده. میشه که در این مورد بر ما بگوین، چون دختر خانمایی که بیننده برنامه ما هستن میخواین که ما هم معلومات داشته باشیم از امی گردوندهای مقبول و همچنان یادم نره که گوشواره و اینام است که اگر خودتان لطف کنین یکم معلومات برای ما بتین در مورد دیزاینشان و همچنان قیمتشان. بخش انگشتر بود شما نشان دادیم، این بخش زیورات هسته. ما پیشتر برات گفتم که ما کوشش میکنیم که بیخی کلاسیک کاری داشته باشیم و ساختارهای قدیم چون علاقه دارن. شما ببینین این بخش سکه هسته، تمام سکه‌ای که یک زمان در چالش بوده حال به حساب لاکت و گردنبند و گوشواره و انگشتر ایتورا آمده و بخش نگینشونیش که هستن، نگیندارش که هستن، اینی ها بخش نگینداره. ولی اینی سنگا که شما اینجا میبینید، اینی سنگا تیار آمده، ما صرف فرمکاری شکدیم. ولی سنگایی که ما به حساب از سنگای افغانستان جور میکنیم در او اترین است که کلش فراجانمو لاجورده و یاره به
نشان بده. اونها که هستن باز هم نگینش در کابل جور شده و هم ساختارش جور شده و خوشبختانه در بخش این همتنای ما شما میبینین که نام خدا بسیار یک دیزاین مقبول داره و در بخش نگین سازی خودم در جایپور اندام کار کردیم در ماشین های بسیار پیشرفته و خوشبختانه هم میتونم که نگینا رو کلش خودم تراش بکنم. اکثر اینمی ساختارها رو که میبینین نگیناش اکثرش تراش خودم است. اینجا نبود ما تراش فروخته شده. تراش هایی که من میکنم در ماشین های مدرن تر امو جلایش سنگ بسیار بالا نشان میده و بدبختانه در افغانستان یک اصول است که اون چیزی که بابا و وکلان ما کار کرده دونمو پیش میریم، نمیکنیم که بریم یک چیزای نوتر بیاریم. یک چیزای نوتر مام که میارم یگان تا که ایجا میگه که فرض مثال معلم فهیم اینی کار میکنه شما چرا نمیکنین؟ میگه او دیوانه است، مغزش خراب است. او برعکس بیوازه که بیای از من معلومات بخواه، معلم برای جواب دادن سوال است بیاید از من معلومات بخواه، ما برش میگم که اینی طریقش خدا شاید است، ما بر دروغ نمیگم. نفر میاریم من اینجا استاد میکنم، ما گفتم این کانی چوبی را که تو میگیری، کانی را که میگیری رخ نگین خو قیمت نگین ارزان میسازه، خیلی کانی را من مفت میتم تا برو دینی نمره داره به اساس نمره بیا من نمره شو میتم تا 36 رخ دینون نگین وارد کو قیمت همین نگین چند میشه و حالا که مو کار کده حالا که فهمیده نو دنبال ماشین حالات نو گرفته. و یکی دوم پیشتر شما از فراجان سوال کردین راجع به ماه تولد. ما میخوایم راجع به یام کمک معلومات برات بتم. اکثر مشتری ها به ما زنگ میزنه که ما در اینی ما تولد شدیم و حتی مرا میگه که کف دست ما از لحاظ کفشناسی و تعویضات و از لحاظ علم نجوم از این گپا هیچ نمیفهمم و عقیدم ندارم. بسیار ببخشین. ما گپ که میزنم راجع به ماه تولد کدام سنگ است از روی علم منرولوژی ما گپ میزنم. شاید شما خبر باشین که در حکومت آقای غنی ما آخر سال که شاگردای دیپارتمنت منرولوژی فارغ می شدن مرا دعوت می کردن و خوشی من در اینجا بود که خود استادای جیولوژی در چوکی مثل شاگرد می ششتن صدای مرا گوش می کردن. ما درس می دادم. پس بنان ما چیز البته یاد داشتم که مرا در فاکولته جیولوژی دعوت می کردن دیپارتمنت منرولوژی. ما از روی علم منرولوژی صحبت می کنم. چرا؟ انسان دمو روز که تولد میشه دونمو روز مراحل انکشافی منرالم به اکمال میرسه. هر منرال 3 دور انکشاف جیوسنکلاین داره که هر مرحله از 3000 سال نیاز داره. دونمو روز که یک انسان به دنیا میه یکی از اون منرالم مراحل انکشافیش تکمیل میشه. وقتی که تکمیل شد اونمو خصوصیت همون منرال با خصوصیت همین انسان تطابق داره. بنابراین وقتی که از همین منرال استفاده میکنه خوشبختی بار میاره. خوشبختی بار میاره. اینا ما شخصا خودم در ماه هوت تولد شدیم. ما باید کدام منرال استفاده کنیم که بر ما خوب است؟ شما در ماه هوت تولد شدین میشه که اجازه میتین ما ببینم این کتاب خودم؟ درست. هیچ مشکل نیست استاد. دیگه وقت گیر است یا که شما؟ نه بسیار زود. استاد عزیز به خاطر که متیقن تر باشین. خب ما عاجل کرده بر شما جواب میدم. در ماه او تولد شدنی شما اکومارین است. خب اکومارین است. اکومارین یعنی رنگ آب. حالا ما به شما اکومارین هم نشان میدم. استاد ببخشین گپ تا نگرفتم. اگر میشه که تمام ماه ها را بگین به خاطر از اینکه اینجا خب ماه هوت تولد شد، دختر خانمای دیگه در دیگه ماه ها تولد شده، باز اگه خواستن خب نظر به مو یک سنگ که اگه انتخاب کردن خب باز بیاین اینجا براتون سفارش بدن. دیگه هممون انواع از رو برمان نشان بدین و هم بگین که نظر به کدام ما باید خریداری بکنن و برشان خوب است. ما از ماه عمل شروع میکنم. خب متولدین ماه عمل که هستند دایمنت است یا زرکان، الماس است یا زرکان. متولدین ماه ثور که است زمرد است یا جید است. متولدین ماه جوزا که است مرواری است و متولدین سرطان که است یاقوت است و متولدین ماه اسد که است مونستان سنگ مهتاب است
و متولدین مای سنبولک است سفایر یا ما شما نیلم میگیم، نیلم است. و متولدین مای میزان که است اوپل است، یک سنگ است به نام اوپل. و متولدین مای عقرب که است توپاس است که هم سنگ افغانی است. متولدین مای قوس که است تورکوایس یا فیروزه است. و متولدین مای جدی که است گارنت است. و همچنان متولدین مای دلو که است امیتس است و یا ما شما لعل پیازی میگیم. و متولدین مای اود که است که پیشتر شما سوال کردین این اکومارین است. این حال ما به شما اکومارین هم نشان میتم. اکومارین یعنی رنگ آب. اینی اکومارین است، این اکومارین است. اینجا او انگشترها را که دینی انگشتر دست مینی فیروزه است. این مثلا مردم میفهمه، عقیق هم میفهمه. این مثلا اینی عقیق است. زمرد هم میفهمه، شما پیشتر دیدین زمرد است. یاقوت هم مردم میفهمه. هزار کرد هر کس که میخواه اینمی شماره واتساپ هم است، میتونن به اینمی شماره زنگ بزنن، مای تولد خود برای ما بگوین، ما برش میگم. بعضی کسا هستن از ما سوال کردن که ما نمیفهم، مادرم نگرفته تاریخ تولد ما، نمیفهم در کدام. باز ما یک میتود دیگه دارم. میتود دیگه ما چند سوال میکنم که کدام خصوصیت در وجود تو نهفته است. مثلا بسیار عاقل هستی، مثلا بسیار هوشیار هستی، مثلا بسیار با جرأت هستی، با جرأت زیاد داری، مثلا بسیار معصوم هستی، پس رفته هستی. کدام این خصوصیات در وجود است؟ باز بعضیا میگه که ما اینی خصوصیت دارم، باز ما برش میگم که مای تولد تو در اینی ماسته، تو باید اینی سنگ بگیری. و بسیاری باز 4-5 وریانت بر ما میته. یعنی از میگه هم جرأت دارم همی باز من این امیر جنبندی میکنم، داخلش باز یک سوال ازش میکنم که تو اینی خصوصیت دیگر هم داری؟ میگه میگم این مای تولدت است. باز خوشبختانه دمیام کامیاب هستم، بسیاری خوش میشن. به طور مثال یک خانم گفت بالاخره خودم یک جلگرانات دادمش، پیش میگفت که من بسیار گریه میکردم، از روز که ایره گرفتیم آرام شدیم، هیچ گریه نمیکنم. تو نتیجه هم داده. واقعا که سنگ ها خصوصا کسایی که عقیده داشته باشن میگه تاثیر خیلی خوبی داره، خصوصا که دختر خانم ها زیادتر فیروزه و یاقوت استفاده میکنن که میره خیلی ثواب هم داره و خیلی خوب هم است. و نظر برداریش به این خاطر است که هر آنچه که در طبیعت پخش میشه، شوای لایزر، خود انسان در حالت هیجان چشمش شوای اکس تولید میکنه. امی منرال به خاطر پخته بودنش ایره جذب میکنه، صدمش به انسان نمیرسه، همون خودش نظر بردار است. مثلا سنگا در وقت گرم میایه از خود گازات افراز میته. خود مرجان، فیروزه، زمرد، یاقوت وقت گرم میایه نزد بخاری ششته می باشه یا فصل گرم می باشه، این حرارت تولید میکنه. همی گازی که از این افراز میشه انسان او را که استشمام میکنه، اونمو بعض امراض مثلا یاقوت او قلب است، زمرد خودش او قلب است، و یا عقیق سیاه او بر ششا، تصفیه ششا بسیار فایده داره. اگر شما در بخش کتابای دوایی مثلا سنگ خودش خاصیت دوا داره، اگر مطالعه کنین یا گوگل برین کل را برشان میگه که چی خاصیت ها داره. بنان خوب است که در این سنگام مردم باید کمی علاقه داشته باشن. دقیقاً استاد، تمام کسا چی آقایان چی دختر خانم ها علاقه دارن. و یک چیز دیگه که شاید تمام کسا بیننده است، چی خوب است که بیشتر روی قیمت ها صحبت بکنیم، چون کسایی که میخواین خریداری بکنن میخواین که می قیمت ها را بدانن. چی اینجا گردن بند است، انگشتر است؟ بسیار خوب سوال کردین. اینجا قیمت ها بسیار مختلف هستند. سنگا که است از روی خود سنگ قیمت گذاری میشه. پیشتر فراجان هم گفت سنگا خرد و کلان است، شفاف است، کم شفاف است. از روی ازی قیمت گذاری میشه. نگینا مثلا وزنش است، نقره وزنش است. این مسائل کلش در کارش تفاوت است. به طور مثال این سیتا
5 تا 6 هزار افغانی قیمتش است، آخرینش 4 هزار افغانی است. مثلا اینجا انگشتر است، اینی انگشتر است 15 هزار 20 هزار، پایین ترینش اینی چگک است، اینی مثلا 1 هزار افغانی است. اینمی رقم از روی خود سنگ قیمت گذاری میشه. بله. استاد یک چیزی که توجه من جلب کرد، اینا چی هستن؟ برای گردنبند هستن؟ یا گردنبند هستن، یا ساختمان نیستن، یا از دیگه جای آمده. کسایی که میاین از خارج میاین این چیزها رو بسیار علاقه دارن، یا چیزای خارجی است ایره ممکن از زند آورده باشه، ولی یا ترکیبی است. شما خبر دارین که امی تمامی منرال‌ها یا سنگایی که هست در طبیعت، حال در دنیای خارج خصوصا در ایران، در پاکستان و در هندوستان عین سنگا جور میشه. امو مراحل جیولوژیکی، امو حرارت که در جوف زمین یک منرال میبینه، امو را مصنوی میتن. ولی شناخت از بسیار کساسن که شناختش تر مستفید نیستن، بسیار سخت است. ولی خوشبختانه چون من مدت بسیار طولانی هستم اون سنگ که ببینم، من در ایتالیا بودم در شهر فلورانس، نو جواهر فروش مشهور شهر فلورانس، همونجا میله گرفتن، مجلس گرفتن، مرا دعوت هم کرده بودن. مرا گفت که چی خصوصیت در وجود شماست که سنگ میبینین آن کم میکنین؟ من کلای من کشیدم، گفتم این موی سرم در ایران رفت، شما مفت در 1 دقیقه یاد میگیرین، با ما چی امتیاز میتین؟ چشم من دیده، من میفهمم، مراحل جیولوژیکیش خواندیم، سرش کار کردیم، بنان تشخیص ازی بر ما بسیار آسان است نسبت به کسایی که نو شروع میکنن یا کسایی که ایت نمیفهمن. بر ما زیادتر آسان است. ما این وعده را به تمام هموطنان ما میتم در هر جایی که هستن از این بازار سنگ میخرن، از هر جای سنگ میخرن بیارن. قبلا میگفتم از هر نگین 100 افغانی میگیرم، از این بابات ما همون 100 رو پرم نمیگیرم، به خاطر از این که همیشه هموطنای ما به ما زنگ میزنن، بسیار القاب بر من نسبت میتن که ما شایسته از او القاب نیستم. مثلا میگه تو سرمایه افغانستان هستی، تو شخصیت بزرگ هستی و ایتر گپا میگن، بنان اقدر که وام میربانی میکنن، از این وقت ما نمیگیرم، از پیشان پیسه بیارن. ما همه ترکی سنگ برشان تشخیص میکنم، پیسه وافر میتن، 30,000 که زمرات گفته میخره، داره که زمرات نیست. بیار اول به ما بگوید، می کوچه بگوید که ما با معلم صاحب فهیم نشان میتم. بعض اوقات ترام شده که اینم انگشتر یک مشتری خریده، اینم لاجورد خریده، گفتم ما معلم صاحب فهیم نشان میتم، و ایره ورداشته، گفته خیوره که نشان میتی، ایره نگی اینی رو بگی. یعنی همونجا ثابت ساخته که نه اصلیش نیست. دیگه ما هزار کرد در خدمت هموطنهای خود هستیم. انشالله این بسیار سخت است که ما دفعتاً به شما بگویم که اینی خصوصیت سنگ اصلی داره، نقلی نداره. این یک ذره مشکل تر است. استاد، امی قیمت ترین انگشتر که از سنگش بالا باشه از نگاه دیزاین کدام است؟ خصوصا دخترانه و زنانه باشه. که زنانه باشه، خود زنانه زیادتر در کسبی ها رواج است که همون چیز خاصتر را بر زنانه جور میکنن. خب چون خانم ها خودشان خاص هستن. خودشان خاص هستن. زمرد یاقوت هستن که قیمتی ترین سنگ در افغانستان است و شما میفهمین که سنگ های افغانستان به نسبت پوره بودن عناصر که منرال میسازه به او خاطر قیمت است. یعنی امی خود منرال عبارت از وایروم کوروم. هرگاه وایروم کم باشه کوروم زیاد، یا کوروم زیاد باشه وایروم کم، بنان یک سنگ ناقص است. اکثر سنگایی که از افریقا میایه، از بعضی کشورهای دیگه میایه، تا بالا بودن امی عناصرش است. سنگای افغانستان خوشبختانه امی خصوصیت داره که مساوی است. مثلا 2 گرم وایروم 2 گرم کوروم یک منرال منظم است. هرگاه کم باشه زیاد باشه او ناقص است. مثل انسانی که یک کل وجودش است یک قسمتش ناقص است، او را مردم میگه که بیچاره معیوب است. سنگ هم عین قصه است، همین گپ است.
و در ترکیب رنگا رول داره. خود رنگ سنگ او هم هرگاه آهن در ترکیبش زیاد باشه رنگش سفید میه، هرگاه آلومینیوم زیاد باشه رنگش بسیار خوبش میه، هرگاه مس باشه رنگش بسیار تیره میشه. اونمو هم در چشم ما بلد شده میفهم کدام عنصر دی زیاد است، کدام کم، کدام از این پوره است. بنابراین هر سنگی که پوره باشه او قیمتش هم بلند است. دیگه امورم باز ما با دختر خانما میسازیم، باز اگه دلتان بود او رو برتان نشان میدم. یک انگشتر که بسیار قیمتی است و همچنان دختر خانما زیادتر خرید میکنه رو بر ما نشان بده. بسیار قیمتی که خودت میگی من ندارم. این 54 سال از کار کردیم دینیم بازار هستم. خدا شاهد است که من موتر کنی من او نشده به دلیل که من نتانستیم نقلی رسلی گفته بفروشم و اما ما داریم که اقدر قیمتی نداریم. خوب بازم بر شما نشان میتیم از آرکن. شما این طرف تشریف بیارید. واقعا که تمام انگشتری هایی که اینجا هست بسیار با یک دیزاین های مختلف و همچنان بسیار ظریف کار شده. ببینیم که قیمتی ترینش کدام است و قیمتش چند است. قیمت ترین بسیار زیاد است در دکان ما. اینه میگه که یک ذره قیمت از اینا چند است استاد؟ اینمونجا ما داریم دقیقات از 15,000 تا 30,000 افغانی داریم. واقعا دوستای عزیز قسم میبینیم بسیار دیزاین های مقبول است. غیر اینی دو دانش که روسی است دیگه کل از این ساخت خودم است. بسیار عالی، بسیار عالی. یاقوت جگدلک است، زمرد پنشیر است، فیروزه نشاپور است. یا کلش ساخت خودم است. بسیار عالی. انشالله که استاد موفق باشید. و همچنان یک چیز دیگه که من متوجه شدم اینجا اگر کامرامین نظیم لطف کنه بر بیننده عزیز نشان بده ظروف بسیار مقبول است و همچنان استاد همو جسم که خودتان ساختین چی است؟ اینجا بسیار ظروفای مقبول دیگه هم است. اگه میشه اونا رو بر ما به معرفی بگیرین. هزار کرد. ما پیشتر گفتم که سنگا رو ما به 3 کاتگوری تقسیم کردیم که قیمتی است، نیمه قیمتی است، تزیینی. شما حالا آمدین از ما سوال تزیینی را کردین. اینمی ها که هستن کلش تزیینی و زینتی است. اینی ها لاجورد بدخشان است، مثلا شما مقصود قندهار است. اینی گلدانه ببینین این لاجورد بدخشان است. اینمی ها در جمع تزیینی هستن. اما ما پیشتر هم گفتم که یک فاکولته است. در بخش ظروف سازی خودم کار نکردیم. میفهمم کار کردم میتونم، اما مصروفیت ما همه است که ما بتونم از این عده کارهای ریزگی خرد و ریزی که مشتری ها دارن از امو برایم دیگه بنان در ظروفکاری ما کار نکردیم. اما میفهمم خرید و فروش ازیره نسبت به کسایی که نو کار میکنن ما میتونم خوبتر تشخیص بکنم. بله. و همچنان چند دانه تسبیح هم اینجا است استاد؟ اینا ساخت دست خودتان است؟ نه، تسبیح هم بچیم ساخت خودم نیست. اونو سنگ قندار است، سنگ شامخصود قندار است. بالاش که از دیگه سنگای رسوبی هستن، بحری هستن. شما میفهمین تنها در کوه سنگ نیست، در اعماق ابحار هم است. مثلا خود مروارید، مرجان، کهربا، اینیا که هستن یا از اعماق ابحار مبرای. باز که زندگی بود کدام وقت باز راجع به اون برتان صحبت خواد کردم دیگه. بنان تسبیح که هستن سندرست و بعضی چیزای دیگه هستن که او را قدر در افغانستان نیست، چون افغانستان در یک منطقه خشک قرار داره، ولی در قسمت سنگا زیاد است. مرسازی کردیم اما تسبیح سازی تا حال نکردیم. بسیار عالی. و همچنین به عنوان آخرین سوال که ما امروز آمدم ببخشید سرتان به درد آوردم، امی چند گردنبند مقبول اگر راجع به قیمتشان و بسیار کوتاه در مورد دیزاینشان بر ما بگین. اونمو گردنبندایی که هستن ما پیشتر گفتم ما به خاطر که مشتری خود جوابگوی باشیم و تایلندی هستن، ترکی هم هست، تایلندی هم هستن. اونجا ما داریم از 8,000 افغانی تا 19,000 افغانی. هر کدام کاتگوری است، نظر به وزنش است، نظر به نگینش است. ولی ایره برتان بگویم که اونما یک نگین اصل نیست و نگینای نقلی کار شده. هرگاه وطنای ما یا مشتریای ما خواسته باشه که باز اون نگین ما اصلی کار کنیم، اون نگین خودش میکشیم، نگین اصل برش میشانیم، باز قیمتش بالا میره. چند میشه قیمتشون؟ دیگه باز نظر به نگینش است.
که چقدر نگین میبره خب گپش بلک افغانی میرسه. بسیار عالی، بسیار تشکر استاد، موفق باشین ان شاء الله، سرفراز باشین. با شما بودیم، شما راضی بوده باشین و خدا کنه که ما تانسته باشیم هموطنای ما بینندایش رضایتش کسب کرده تانسته باشیم. بسیار تشکر استاد، ما واقعا از دیدنتان امروز بسیار خوشحال شدم، به ما افتخار دادین، وقتتان را دادین، قربانتان. مرا خواستین از استودیوتون بگوین، من میایم، هیچ مشکلی. قربانتان، بزرگوار هستین و همچنان اگر در اخیر کدام گفتنی به هموطنای ما داشته باشین کمری ما در خدمت. بسیار تشکر. اول از تمامی رسانه‌ها بسیار سپاسگزار هستیم. هر رسانه‌ای که چی یوتیوب است، چی چینل‌های تلویزیونی است، امروز که ما صحبت میکنیم از برکت سوالای از زمین هستند، در عقب ما بودن و ما را مشهور ساختن به دنیا. و دومی که از هموطنای ما خواهش ما همیز کوشش کنن صنایع دستی خود خریداری کنن. همی کارگرها کار میکنن، یک لقمه نان به خانه خود میبرن، این جنس که میبره هم با پولش به وطن ما مصرف میرسه و هم یک وطن ما کارش بیشتر میشه. و دومی که خصوصیت عمده و مهمش امو زیور صنایع دستی را که میخرد 10 سال بعد انتیک میشه، یعنی پیسهش گم نمیشه. کوشش کنن که حمایت بکنن صنعتکارای خود. بسیار تشکر استاد، تشکر از وقتتان، از خودتان، قربانتان. خدا نکنم. و خیر باشین استاد، موفق باشین ان شاء الله. و همچنان دوستای عزیز تشکری خاص دارم از تمام شما بیننده‌های عزیز. ما خواستیم که امروز یک گزارش بسیار عالی برتان تهیه بکنیم با استاد عزیز که واقعا بر ما بسیار خوش گذشت، چون صحبت‌های شیرین همراهشان داشتیم. شخص بزرگوار و مهربان و همچنان آدم بسیار خوش اخلاق و با استعداد است که ما امروز از دیدنشان بسیار خوشحال شدم و امیدوار هستم که شما از دیدن این برنامه خسته نشده باشید. این بود گزارش امروز ما، تا دیدار بعد و برنامه‌های بعد. خدا نگهدار.